همین خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی که در دل نیتون است در قلبتون است همه را نصیبتون گردون. سلامت قبول توفه قبول. سببگار خواندن من مادر من است. پدرم نمیمان تنها میمونم مادرم گفت که از تن بچه‌م هم کار میکنم گاوتم نگاه میکنم اوقاتم میپزم پشاکتم میشم همش میکنم بچه‌م هم دابته برواب خواند. مادر چیزی عزیز است. وقتی هست پدر و مادر به قدرش نمیرسی. هست من همین کردم با بگم هیچی نکردم برای چی؟ همه چی دستم ده بود. یکی مادر من نگاه کردن نتونستم پدر من ساز نگاه کردن نتونستم برای چی؟ حاضر میستم کودکام میگم نبیرو من نصیحت میکنم که شکرانه کنین مرا نگاه نکردین مادرتون نگاه کنین دعا بگیرین نگاه کنین. همین است. اما مادر دخل دارد. کلان شدیم پدر و مادر رو وای میکنیم. پیر شدی یک روز میسندیم بتونیم خبر میگیریم نه دعای نیکی پدر و مادر رو گرفتن نکن. من 12 سال پدرم در بیستری در بیماری خانه نگاه بین کردم مادر من نگاه میکرد. کلان حاضر چیزی گفتم من حیاتی بگم از هیچ یک چی میکرد توقع بالای دستخوان دا میمان شکمی ما را سیر میکرد. بسیار زحمت کشیدن. 7 یتیمی از اکوها دادراش موندگی تربیه کردن باوایه رساندن خاندار کردن. در زمان جنگ رفتگی محنت میکردن کار میکردن در اویله هم در خارجگی هم کار میکردن تا وقتی چی داشتن. برای همین عزت احترامی پدر و مادر بسیار مقدم. نرین حج در دری خانمون چو میرین حج هر فردی که دعای نیکی پدر و مادر گرفته باشد حجش قبول است. خدمتی پدر و مادر کجا میرید؟ این همی با میگویم 30 سالی ما هم یک جا قریب رسید هیچگاه در هیچ حالت همین فراموش نکنید. هر من وقت ندارم من سرکارم فردی که مادر و پدر دوست میدارد ساعتش میاد دیدار بینی میکند کمک میکند دستگیری میکند طبابتش میکند غمخوریش میکند. ما فراموش نکنیم مادر ما را هست کرده به دنیا پیغمبر مادر به دنیا از دامان پاک مادر آمد است به دنیا به این قدر مرتبه پیغمبری رسیده است از آسمان نچکیده است. کردین توفه من بسیار زیبا و کده است قریب اصل پیدا شد. دست پنجه را بینید کار میکردن از مردم بسیار باید کار کردن سخت. هیچی دنیا یگان چی نگفته است یگان چیزی نه تنگه و طلا و نکش یک چیزی فقیرانه ای وای داشتن صحبت وای میکردن دعا میدادن صحبتی هم خیلی گم میزدن یک اکادمیک است من مسئلیت ها وای میکردن مچم خیلی مادر خوب است. سخنی که مادر به فرزند میگوید نه زنت میگوید نه دخترت میگوید نه پیسرت میگوید نه نبیره و ابیره اگه کسی دیگر با فرزند 100 برای مادرت باشد برای او تو کودکی تو فرزند هستی. همین که سخنهای میگوید
من نشیدم اون سخنهایی که من از مادر شنیدم. میگوید برای منم نسبت به پدر و مادر بسیار بسیار، اگر پدر و مادر نمیشید ما نبودیم در دنیا، نبودیم. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین بچه. کمال انرژی دولتتون، تن صحتتون، طلب مراداتتون الهی و کمال پیر برسیم. بچه من چه سالتون کنم علی شیر خدا قباتون بشد، خدا خدیر و بارتون شود در صفی دیمان و بچه در پناه خدا دایم سربلند بودن. دوستان عزیز، امروز در باره مادر، حرمت مادر و حق مادر برای شما معلومات میدیم. برادران و خواهران گرامی، بسیاری های ما شاهد آن هستیم که امروزها اشک چشم مادران ما زیاد میریزد. برای چی؟ برای آنکه فرزندان ناحرمتی میکنند، قدر مادر رو نمیدونند. مادرای ما امروزها زیق هستند، اشک چشم میریزونند. برای دستگیری در ویدیو حتما لایک مونید و خودی حاضر ویدیو رو من کنید، در ایمو، واتساپ و کانتکت پنگ کنید، بعدا با حضور تماشا کنید. میگذاریم با قسم ویدیو. باز آمدم به کوی تو ای قبله ای امید، ای مادری که ساحت نامم سرای تو. آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای تو. او مادرم، مادرم جان، مادرم، مادرم، او مادرم، مادرم جان، مادرم، مادرم، ای مادرم، مادرم جان، مادرم، مادرم. غمخانه سینه من از فراق تو، آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آگاه نبودم از غم به مادری، ولی مرگت پیام داد که به مادری بلاست. آگاه نبودم از غم به مادری، ولی مرگت پیام داد که به مادری بلاست. او مادرم، مادرم جان،
قربان خاکی کوی تو منزل مبارکت مادر بخواب کعبه من خاک پای تو قربان خاکی کوی تو منزل مبارکت مادر بخواب کعبه من خاک پای تو قربان خاکی کوی تو منزل مبارکت او مادرم مادرم جان مادرم مادرم او مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان مادرم مادرم الهی با کمالی پیر علی سیر فتر خبر بوده خدیر وفات متوادر سبی کنیم در پناه خدا دایم سربلند بکرده канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.